سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیو دوم چنل ویزارد باش. من امیرم. منم امینم. خب قربونت. چیکارم کردی؟ هرایشون میگردیم و درگیر کار یوتیوب. خوب میگشتی یا نه؟ نه دیگه خیلی شلوغیم. خوبه. درگیر کار یوتیوب خیلی کار. یه سری چیزها عوض شده، یه سری کارا انجام دادیم، بک‌گراند رو یکم جابجا کردیم. دیگه همه چیز آپگرید کردیم می‌کنیم. قرار خیلی از این آپگریدها باشه، ولی خب حالا کم کم پیش میریم. خب خیلی خوب. امروز می‌خوایم راجع به خودمون حرف بزنیم. یه کمی سری چیزا رو راجع به خودمون بگیم. چیکارا می‌کردیم، از کجا اومدیم؟ آره. قبل از اینکه یوتیوب رو شروع کنیم چی بوده؟ کجا بودیم؟ شما کجا بودی؟ ما خونمون تو شما نهار دادن خونتو؟ نه والا، صبحونه دادن. خب تو چند سالی وو کار میکردی؟ من قبل از اینکه وو کار کنم تو کافه کار میکردم، بعد به مدت 5 سال وو کار میکردم. ورلد آف وارکرافت 5 سال شد؟ یک سال طول کشید که فقط بازی رو یاد بگیرم. 1 سال پیاده راه میرفتم تو ما. فقط راه میرفتم، از هر کی هم میپرسیدم خب حالا مثلا باید چیکار کنم، یه چیزی بهم بگین. اسم مونتش هم نمیدونستم، مثلا با مانتی با مونت همون حیوونه که سوارش میشن میرن. من حتی نمیدونستم این چیه. بعد میپرسیدیم، با رفیقم بازی میکردیم، محمد. خب تو نمیگفتی اینا از کجا، چرا چجوری مونت تو یوتیوب و اینا گشتم، کسی راجعش صحبت نکرد. من میپرسیدم من بارون کجا. بعد تا مثلا لول 1 تا 70 و خوردی بود پیاده میدویدم. بعد مثلا پروسه‌ای که بعد خب تنها بودیم دیگه، بلدم نبودم چیزی. من مثلا پروسه‌ای که برای یه فردی که هیچی بلد نیست تازه میاد تو گیم، یک ماه خوردی طول میکشه لول اپ کنه تا لول 80. کلا تا لول 80 من فقط داره. من تا لول 80 پیاده میرفتم. خسته نباشی. کل مپو میدویدن دیگه. یه خسم میشد میزدم رو ناملاک و برسه به اون مکانی که ما میخوایم. هر از گاهی مثلا با موس جابجا میکردم، خودم با گوشی بازی میکردم تا مثلا برسیم به اونجا. من تازه شوکم. مثلا رفیقم که بازی میکرد، او سوار میشد بره کوهستاشو بزنه، بعد من پشت سر میدویدم. او داش میزد کوهستا رو، من مثلا میدویدم که برسیم به اونجا شروع کنیم. قبلش گفتی تو کافه بودی، اونجا چرا شد؟ اونجا به یه مشکلاتی خوردیم. کافه خیلی خوبی بود، بچهای خیلی خوب و فانی داشت، منیجر خیلی خوبی داشت، جای خیلی خوب و باحالی بود. من رفتم قهوه مفتی می‌خوردم، خیلی میچسبید. یه سری اتفاقاتی افتاد برای خودم، مجبور شدم در بیام. بعد یه سری اشتباها کردم که حالا دوباره برنگشتم تو کار یا چیزی دیگه، چسبیدم به بازی و این چیزا دیگه، کلا از راه دور شدم. وو از کجا شروع شد؟ وو خیلی بازی خفنیه، مثل 2 تا 2 تقریبا. دیدم خیلی حال میده. بعد خب نه تعدادمون هم زیاد بود. چی شد رفتین سمت وو؟ داشتیم 2 تا 2 بازی می‌کردیم. 2 تا 2 داشتیم بازی می‌کردیم. یه دفعه یک بچه اومد تو دیسکورد گفت یه بازی جدید دارم. گفتیم چی؟ گفت ورلد آف وارکرافت. گفتم خود شیر اسکرین بده. بعد فضاش زیاد جالب نبود. گفتم گرافیک نداره. کی بازی میکنه؟ گرافیک نداره. سیستم بستم بیام همچین بازی کنم. بعد آقا بریز به خاطر من مثلا بیا یه هفته با هم پلی بدیم. بعد اون موقع خودش هم زیاد چیزی بلد نبود، فقط در حد اینه که بازی کنه و شروع مثلا دوره هم بازی کنیم. خودش هم چیزی بلد نبود. لول 80 بود هیروش. مثلا اونجا ما آیتم هایی که می‌بندیم جی اس خاصی داره. میگن گیر اسکور. اون قدرتی که مثلا میزان قدرتی که تو داری یه حدی داره، یه کفی داره، یه سقفی داره. نه بیشتر از اون حد میشه، بیشتر از اون حد که نمیشه. مثلا لیمیت داره دیگه، بستگی به آیتمایی که می‌بندی. هر چی بالاتر باشه اینا قوی‌ترن. آره مثلا تو لول 1 تا 80 این چیزا بسته به اون لول تو و آیتم چیزی که بهت میدن. ولی از 80 به بعد جدا از اون چیزایی که بهت میده یه جی اس خاصی باید ادوانس بریزی. بهت میگه خب الان این آیتم چقدر قدرتشه، چقدر قدرتشه، زیاد به کار نمیاد. بیشتر مثلا الان که دیگه حالا خیلی بیشتر وارد شدیم، بیشتر اون آیتم اون چیزایی که بهت میده، مثلا اون چجوری بهت بگم، یه سری آیتما یه سری چیزای خاصی بهت میدن که اون قدرت مثل 2 تا 2 مثلا استرنج و اگیلیتی و استامینا و چیزا بهت اضافه میکنه. حالا بسته کدومش بیشتره، کدومش به کارت میاد، بسته به اون چیزاست.
خلاصه که ما 1 سال پیاده میدویدیم. بعد از پیاده رویه که دیگه کم کمرمون صفر شده بود، پاهمون صفر، من با یکی از رفیقام بازی میکردم. با موقع زیاد بلدم 2 سال دم دلاران تو استرومین، حالا اونایی که بدونن پی وی پی میزدیم. هیچی هم بلد نبودیم، فقط همدیگه رو میزدیم، بقیه ما رو میزدن، ما همدیگه رو میزدیم. مثلا من 2 بار محمد میزدم، خیلی ذوق میکردم، واه مثلا شاخی حالا همه رو میزنم. حالا بس که یه درآمدی هم داره. درآمدش داستانش چیه مثلا؟ سمتش نرین بهتره. درست آقا پول داره، وقت تو بذاری، چند تا اکانت بیاری بالا، بازی کنی و اینا، آره درآمدش خوبه، ولی طول میکشه. یعنی توصیه‌ات تو کسایی که به نظر من بازی خوبیه، میتونین بیاین، اتفاقا درآمدش هم بد نیست، بسته به اون مقداریه که خودتون وقت میذارین کار میکنید، ولی خیلی وقت میگیره. همینو بذاری روی کاری خیلی استادتر میشی توش. یعنی تو مثلا یه رشته مهندسی رو شروع کنی به صورت نه دانشگاه، خب به صورت متفرقه شاگردی کنی، یه کاری رو شروع کنی، بیزینست خیلی رونق پیدا می‌کنه. سخت‌تر از نشستن تو خونه پای سیستم و بازی کردنه، ولی به نظر من با یه سری آدمای آشنا میشی، یه سری چیزا دستت میاد. نه که وردآور کرده بد باشه، من یه سری آدما رو دیدم که مثلا الان یه مقداری حالا نسبت به گذشته خیلی چیزا یاد گرفتم، ولی به نظر من وقت تو هدر میدی. خوب نیست. نگاه وقتی سمت کار کردن بری توی یه چیزی دیگه، وقتی مثلا وارد میشی میخوای بری سمت کار دیگه، اون بخشی که برای بازی و فان بود میگذره. چون وقتی که کارو شروع میکنی باید یه زمان خیلی زیادی بذاری، خیلی جدی‌تر میشه. آره خسته میشی، بعد اون بخش بازی و فانش از دست میده. مثلا 2 تا دور میریم ما بازی میکنیم، سی اس که میزنیم یا چه گیمای دیگه که بازی میکنیم، مثلا اما بعد ورود داری عشق میکنی با بچه‌ها دور هم تو سر کله هم میزنی دیگه، فانشو از دست میده. نه که بد باشه ها، برای یه سری مثلا توش پی وی پی داره، بعد یه مدت خسته میشن، بعد یه مدت از دلت میزنه دیگه. مثلا مثل قبل هر چقدر هم بهت پول بده ولی مثل قبل نمیتونی بازی کنی. من مثلا خودم 2 سال بعد از اینکه پیاده روی میکردم پی وی پی هم که زدم، بعد 2 سال با یه دوستای آشنا شدیم، بهمون بازی یه سری جاهاشو یاد دادن، یه سری جاهاش هم خودمون دویدیم تا یاد گرفتیم، چون بازی خیلی پیچیده ای. مثلا بعد از این همه سال بازی من تازه فهمیدم باید مثلا چیکار کنی، چی خوبه چی بده. بعد این بازی یه مقداری بیش از حد پیچیده است و برای یاد گرفتنش حالا اگه استاد داشته باشی، یه کسی که بلد باشه، مثلا چند سال وقتشو گذاشته باشه، باز یه سری چیزا داره که تو باید خودت تجربهش کنی. یعنی تا تجربه نکنی متوجه نمیشی چی شده، تستش کنی. درست. ولی یه چیزی که هست باید همه چیشو یاد بگیری. یعنی بسنده به اون کاری که میکنی نیست. یه فرمول نیست فرمول رو بری جلو تموم. توی کافه که کار میکنی مثلا به تو میگن آقا پشت دستگاه باید بشینی، بار گرم دست توه، باید بار گرم رو درست کنی و این چیزا. بعد خب تو فقط به اون کار بسنده نمی‌کنی دیگه، کارهای دیگه بار سرد رو یاد میگیری، میگردی قهوه درست کردن، نحوه آسیابش، همه اینا رو یاد میگیری. این هم همین شکلیه. وقتی یه هیرو میسازی داخلش فقط به اون هیرو نمیشه، چون مثلا هرچی تو بیشتر پیش بری باید موقعی که میخوای لیدر وایسی باید همه رو بلد باشی که به بقیه هم بگی چیکار کنن. چون خیلی ها اصلا داره یارو مثلا 7 ساله داره بازی میکنه، 10 ساله داره بازی میکنه، ولی داره 3 تا هیرو رو بازی میکنه، 4 تا هیرو رو بازی میکنه. بعد موقعی که یه هیرو جدید میسازه آقا بعد 10 سال عشق کرده یه هیرو جدید بسازه، بعد مثلا هیلر نشسته بلد نیست چیکار کنه. تو باید بلد باشی که بهش بگی آقا ما الان مثلا اینجا چی نیاز داریم، چیکار باید بکنی. تو یارو بلد کارشو ولی بلد نیست از لولاش اون لحظه‌ای که تو نیاز داری استفاده کنه. پس باید بری اونا رو هم بشینی یاد بگیری. خیلی دردسر خیلی حوصله سربره. من حقیقتا الان من خیلی حوصله سربره. من خیلی هیچی نفهمیدم. ما راستم بازی می‌کنیم تو هیچی نمی‌فهمی. من کلا تو گیم‌ها خیلی کم می‌فهمم ولی اینو دیگه هیچ نفهمیدم. اگه وقت تو روی وو نمیذاشتی رو چی میذاشتی؟ رو بازار مالی، ارز دیجیتال. نه چرا؟ چون الان با قیمت دلار الان و این چیزا ما کف کارم بگیریم آقا تو مثلا 5 سال وقت خودتو گذاشتی، خب 5 سال وقت گذاشتی یه چیزی رو یاد گرفتی، الان میخوای مثلا شروع کنی به انجام دادنش. من یکم گارد دارم نسبت بهش.
رو چی؟ رو ارز دیجیتال اینا. چرا؟ نمیدونم یه جوریم حس چیز میکنم جدید و سختیه. حس میکنم مثلا با من چیز نمیشه، مچ نمیشه، اوکی نیستم باش. من خودم زیاد بلد نیستم، بیشتر فامیلمون بلده، اون بهم یه سری چیزا یاد داد. ولی خب اون موقعی که این سری چیزا رو به من یاد داد، من اگه از اون موقع شروع میکردم وقتم میذاشتم روش، الان خیلی چیزا بلد آره بودم. دیگه هر میگه به قول خودت آره. هر چیزی کلی تایم میبره، خیلی زمان میبره آره. تا یاد بگیری. بالاخره تجربه میخواد. تو بالاخره هر کاری هم میکنی بعد از یه مدت نیاز به تجربه داره که اونو پیش ببری. تجربه خیلی مهمه. میگم من اگر برگردم مثلا به چند سال پیش، هیچ وقت کار کافه رو ول نمی‌کردم. درآمد خوبی داشت، رفیقای خیلی خوبی داشتم توش، هنوزم دارم. بعد از همه نظر خوب بود، از نظر تایمی نزدیک بود، خیلی راحت بودم توش، حال میداد، اینجوری بهت بگم. بعد در کنارش این مثلا گیمو کلا بیخیال میشدم، نه که بیخیال، نه ببین کلا همینجوریه. وقتی یه کاری رو شروع میکنی دیگه گیم خسته نمیرسی، حالش نه میپره. من اینجوری بود که صبح مثلا میرفتم سر کار، بعد از ظهر میرفتم باشگاه، بعد از باشگاه میرفتم کلاس، بعد از کلاس میرفتم برای کارامون دنبال یه سری وسایل میگشتم، بعد که میگشتم خونه داشتم میمردم. وقتی میرسیدم خونه دستم اینجوری داشت میلرزید، ولی سیستم روشن میکردم، میومدم دیسکورد 2 مچ 2 تا 2 میزدیم، بعد میخوابیدم. چون نمیشد مثلا یه سری موقعا که من 2 شیفت کار میکردم، خب صبح میرفتم شب برمیگشتم دیگه، برمیگشتم خونه با یه وضع خیلی خسته و پوکیده، میرفتم حموم دوش میگرفتم دیگه. وقتی دوش میگیری خالی میشی، یه جون نداری، فقط دلت میخواد بری زیر پتو بخوابی. من میرفتم سیستم روشن میکردم، یه مچ دیگه میزدم، بعد میخوابیدم. خیلی حال میده. نه اینکه بد باشه آقا، بالاخره هر کی یه چیزی دوست داره. یه سری‌ها دوستان آقا مثلا برن بیرون به تفریح کنم، ولی ما دوست داریم تو خونه گیم بزنیم. ولی من اگه بودم ورد واکر واقعا بازی قشنگیه، خیلی دیتیل داره. حالا نسخه‌های قدیمیش گرافیکشون زیاد جالب نیست، برای ما که الان مثلا سیستم برسیم مثلا میری تو گیم‌های دیگه خیلی خفنه، در اون حد نیست. ولی به نظر من خیلی بازی قشنگیه. اگه سمت اونایی که دوستش دارن، اونایی که مثلا حالا خیلی دوتا رو دوست دارن، یکی مثلا هیرو بازی‌های هیرو دار ماجیک و فلان و بیسار و اینا، آره استراتژی تو اینا رو اونایی که دوست دارن خوبه پلی بدن، ولی مثل که میگه درآمد برای درآمد خیلی خوب نیست برای سمتش. برای درآمد خیلی خوبه از نظر قیمت. بالاخره باید چه بهش میگم، شروع کنی فارم کردن، جمع کردن یه سری وسایل زمان میبره. اون حتی اونم نیاز به تجربه داره. مثلا من خودم به شخصه مثلا 1 سال اولی که کار میکردم چیز آنچنانی در نمی آوردم. بد نبود برای کسی که مثلا بیکار تو خونه نشسته، بد نبود همچین چیزی. ولی الان دارم 4 برابر 5 برابر اون در میارم. مثلا اگه اون موقع اینجا بود الان اینجاست. ولی خب باید مشتری خودتو پیدا کنی. یه سری‌ها هستن میخرن، یه سری‌ها هستن دزدی میکنن. باید همه اینا رو بفهمی. ولی از نظر من تا حد من بگم، من چیزی که شنیدم اسکم تو این گیم زیاده. تو همه گیمی هست، فقط این بیشتره فکر کنم. این خیلی بیشتره، چون مردم باید به هم اعتماد کنن. آره، چون هیچ چیزی نداره. آره. هیچ باید اکانت قوی پشتش نیست، فقط چته، کاری نمیخواد بکنه. اصلا خرید و فروش توی گیم غیر قانونیه. تو نسخه های دیگه شادولند و اینایی که بازی میکنن، حالا من اون نسخه رو بازی نکردم، من چیزی که بازی میکنم این نسخه درس آف لیچ کینگه. این هیچی نداره، چته فقط. تو یعنی ساپورتی نداره. آره، تو شماره کارت میگیری، خیلی شماره تلفن میگیری، ولی دستت به جای بر نیست. هر چی هم بری شکایت کنی میگن چی، میگن خرید و فروش غیر قانونی می‌خواستی نکن. الان رو چه حسابی تو اصلا به این آقا خرید و فروش اکانت گیم و این چیزا تو ایران مثل که نه تو همه جا ممنوع. تو همه جا یا تو ایران؟ همه جا ممنوع. خارج اوکی. نه الان توی نسخه‌های جدید بازی که الان بازی میکنن شادولند و اینا، حالا جدیدا رو اسمشون رو بلد نیستم، آخرین نسخه‌ای که یادمه حتی ترید کردن گلد با اکانت خودت بند داره. آره بیش از این باید اون تریدی که انجام میشه یه چیزی جابجاشه، فقط گلد خالی بذاری بند میشی. یه آیتم مثلا ما بدن. آره دیگه باید به اندازه اون پولی که میدی آیتم بگیری. میشه یه کارایی کرد، یه چیزایی قانونی طوریه. آره مثلا دزدیتون هم هست، ولی نه از پلیر، هست از پلیر، ولی میان بازی دور میزنن، یه سری کارا انجام میدن که اون اتفاق میفته.
بند نمیشن. ولی خب داره ریسکش خیلی بالاست، چون میگن که خرید و فروش توی گیم غیرقانونی، ما خودمون داریم میفروشیم بهتون، حالا قیمتش بالا پایین داریم میفروشیم بهتون، خودتون بخواید کار انجام بدین غیر قانونی. اگه اسکمتون کردن به ما دو چوف کانتتون بند میشه. نمیارزه بخوای همچین کاری کنی. من اگه بودم هیچ وقتمو نمیذاشتم برای این کار، به خاطر اینکه تو اون مدت اگر وقتمو میذاشتم رو همون ارزید، بالاخره هر کی یه چیزی دوست داره. آقا شاید تو خوشت نیاد. یکی از علاقه‌هایی که داشتیه، چیز جالبی بود برام. بازارش بازار قشنگیه به نظر من. بعد الان دور زمانه خیلی ها هستن که پیگیرشن، چیز جالبیه. به قولن چیز ترندیه، آره. اکثریت میرن سمتش. نه اینکه همیشگی، چون بازاری نیست که به همین سادگی ها بتونی توش درآمد داشته باشی، ولی تجربه خیلی زیادی میخواد. ولی اگر از همون اول شروع میکردم، الان که اینجا هستم خیلی اوضاع بهتر بود. تا به اون زمان هزینه هایی که بهم میداد، پولی که به دست می آوردم خیلی خوب بود، ولی چیز کرد، از اون قسمت فان بازی منو دور کرد. الان هر وقت میرم تو گیم فقط میشینم پای کار کردنش، فانی دیگه فانی نداره. آره میرم تو گیم بازی میکنم، ولی مثل اون موقع بهم عشق نمیده که قبلا بازی میکردم. الان 2 تا 2 بعد این همه هنوز حال میکنم، ولی آره اونجوری نیست دیگه، مثل قبل چیزی نیست. تو نداره، یعنی صرفا فانه دیگه. بالاخره تو 2 تا 2 هم میتونی کسب درآمد کنی. یه سری هستن که بازی میکنن فقط اون قسمت رنک بازی رو باز میکنن، آره 100 ساعتشو پر میکنن، اکانتو میفروشن. ولی خب به نظر من تا قبل از اینکه شروع کنی خیلی حال میداد، ولی بعدش دیگه چون میدونی آقا من الان مثلا این وقتو بذارم فلان قد در میارم، خب برم همون کارو کنم، چرا باشینم بازی کنم؟ اینجوری میشه برات، خود دورت میکنه. تو اومدی بازی کنی که اون خستگی در بره، با رفیقات یه حالی کنی، ولی مثلا وسطش اینجوری بشه زده حاله. مثلا اونا بهت میگن بیا بازی کنیم فلان کنیم، دیگه مثلا نصف دیگه مثلا ساعت 10 11 شب دیگه یه مچ 2 مچ بزنید دیگه، فردا میخوایم بریم سر کار، یه مچ 2 مچ بازی کنیم. این دارم کار میکنم، اون حسه رو میپرونه. اگه همون تایمو بذاریش روی کار دیگه، روزی آقا 2 ساعت اون کاری که علاقه داری بذاری، بعد از یه مدتی که مثلا کاراتو انجام دادی، آقا دانشگاه دارم فلان دارم باشگاه دارم، ولی 2 ساعت تو بذاری برای این کار. بعد 2 ساعت آموزش باشه، یعنی یاد بگیره آدم. بعد 5 سال میدونی میشه چی؟ خیلی میشه. مثلا 5 سال میرم دانشگاه. تو اگه بگی 2 ساعت هم روزی بذاری، خب گیریم که مثلا یه سری روزا هم نمیذاری، از 365 روز مثلا 200 روزش هم که بذاری، خب میشه 400 میشه 400 ساعت. 400 ساعت تایم گذاشتن روی یک کار خیلی قویت میکنه، خیلی قویت میکنه، خیلی قوی میکنه آدمو. تو الان مثلا فرض کن بعد 5 سال چه میشی؟ 400 ساعت تو 1 سال بوده. خیلی میشه روی مسئله بخوای شروع کنی انجام دادنش، تمرکز کردن روش، خیلی به جای خیلی قشنگی میرسونتت. همین بازار مالی مثلا، اینم 5 سال براش وقت درست بذاری، آموزش درست. چون نه الان خیلی پکیج فروشا و چیزا زیاد شدن، کلا هر کاری یا هر کاری شروع میشه، هر کاری مثلا حالا مردم میخوان شروع کنن، طرفدار پیدا میکنه، ترند میشه، اینا یک سری کلاهبرداری ها میاد توش، به قولی میشه 2 ساید. آره 2 ساید. ساید سیاه داره، ساید منفی داره. اون ساید منفی ها سوء استفاده میکنن، پکیج میفروشن فلان بیسان. نه پکیج فروختن چیز بدی نیست، در صورتی که اون پکیج درست میفروشن، درست باشه. خیلی الان خیلی چیزاش همین پسره، یه پسره هست حالا نمیدونم اسمشو، این یارو رفته دبی، بعد پول خیلی هم کشته بالا رفته. آره اینا رو شنیدم خودم. مثلا یکی از بکس ترید میشینه خودش، حالا قبلا پکیج میفروخته یا نه من کاری ندارم، ولی حالا این آدما رو میاره نشون میده، بعضیا واقعا ازشون میخرن. مثلا یارو میای میشین اینجا، اینو میبینی من 50 میلیارد پایینم، خب به من چه آقا؟ تو این مسیری که تو به من نشون بده چیکار کردی که رسیدی اینجا. یه چیزی بگم، من چیزی رو خیلی بهش فکر کردم، خیلی قبولش دارم. میگه که اون آدم اگر به یه جای رسیده، پس نیازی به این نداره که بیاد پول پکیج از تو بگیره. دقیقاً. خب مسیرشو داره میره، پولش هم داره در میاره. چه کاریه که بیاد مثلا به تو آموزش بده. خب من اینو خیلی قبول دارم. آقا تو یه مسیری رو رفتی، مسیر خیلی درستی هم بوده، رفتی به اون چیزی هم که می‌خواستی رسیدی. الان مثلا 100 اون کاری، نه 90 اون کاری، بعد برای چی به بابتش پول بگیری؟ آره دیگه. تو داری درآمد تو داری، اشغالت هم داری.
الان مثلا میگم تو توی حساب بانکی 100 میلیارده، 10 تا خونه داری، 10 تا ماشین داری. خب بیای روزانه خود دیگه بگیری من فلان ماشینم فقط فلان قده. خب نه اصلا نمیخونه واقعا، میدونی نمیخونه. بعد ببین یه چیز دیگه، خیلیا اصلا اونایی که واقعا پول دارن، خب اونایی که خیلی اصلا نمیشناسیشون. نه حالا جدا از این که نمیشناسیشون، هیچیشونو جار نمیزنن، هیچیشونو فریاد نمیزنن، نمیگن که ما فلان چیز داریم ما بیسان. اصلا توی مثلا حالا ایرانش رو نمیدونم، ولی اون خارجی توراش وقتی که مخصوصا اونایی که مالیاتو میپیچونن اگه این کارو کنن مالیات میاد بالا سرشون، دهنشون رو سرویس میکنه. خب اصلا اونایی که واقعا دارن هیچ چیشون رو نشون نمیدن، اصلا حرفی نمیزنن، اصلا حرفی نمیزنن دقیقاً. ولی اینا حالت فیک. من میگم وقتی تو به آقا میخوای کمک کنی به مردم، میخوای دست 4 نفر رو بگیری، مثلا من الان خیلی چیز خاصی هم ندارم، ولی خب آقا مثلا تجربه من داخل یه گیمی بوده، بهتون میگم خیلی بازی خفنی اگه دوست داشته باشی همچین سبکی. ولی ساید منفیش هم آره ساید منفی داره، اسکمر داره، دزد داره، خیلی چیزا داره. ولی مثلا میگم یه سریا دارن از این راه نون در میارن. یه سری آقا زندگیشونه، یعنی سر کار نمیرن، فقط همینه. مثلا خیلی هستن که الان استریم میذارن، یوتیوب کار میکنن، زندگیشه آقا، ویدیو میذاره و درآمدی داره، حالا هر چقدر نوش جونش، ما کاری نداریم. ولی بالاخره مثلا یکی مثل من میگم آقا پول خوب بود، ولی از نظر من اون کارمو ادامه میدادم و میذاشتمش وقتمو روی چیز دیگه خیلی بهتر بود. چون مثلا ما ورداباکر رو ساعت 7 صبح میشستیم، ساعت 7 صبح فردا خاموش میکردم سیستم، میخوابیدم یه 7 ساعت میخوابیدم، دوباره پای سیستم بازی میکردیم. مثلا من 7 ساعت با بچه‌ها بازی میکردم، یه دفعه 3 ساعت فقط پای سیستم سرمون تو گوشی بود با بچه‌ها، یکی بر خودش یه چیزی میگه چی، ما بعد یه دفعه میدید ساعت 12 شب شد، هیچی نخوردم، دوباره میرفتیم یه چیزی میخوریم برمیگشتیم. یعنی زندگیمون رفت، نه که بد بود، برای دوره خودش خیلی خوب بود، خیلی حال داد، ولی کاش یه جوره دیگه. ولی آره اگه برگردم الان راضیم، الان بالاخره یه جوری شروع میکنی از اول دیگه، یه شروع دوباره است. حالا هم ماهی عذاب بگیری تازه است. بالاخره حالا زندگی یه جوری دیگه، حالا به صورت خطی میریم جلو. آقا این نشد، این نشد، این. ولی اگه برگردم این کارو میکنم. یعنی برگردم 5 سال قبل، اولین کاری که میکنم بیت کوین میخرم. بیت کوین خیلی گرون شده سال 5 سال پیش، خیلی گرون شده، چندین هزار برابر اومده روش. یعنی اگه برگردم این کارو میکنم، ولی اگه برنگردم دیگه گذشتم شده، عشقمون میکنم. اون زمان خیلی حال داد، اون زمان حالشو بردیم، الان میام قرشو بزنم نه چرا اینجوری شد برام مهم نیست. بگذریم ازش. خیلی خوب، شما دیگه صحبت نداری؟ چرا صحبت داری؟ از من سوال میپرسی فرار میکنی. نوبت هم شده. نوبتیه دیگه میگرده. الان دو تا این بعد که تعداد بیشتر شد میزو میچرخونی میکروفون میدیم دستشون آقا صحبت کن. نه دیگه ما صحبتامونو کردیم دیگه، تموم شد دیگه. بالاخره شاه حال کرد دوباره بگه دور تا آقا تام صحبت کن. خسته شد بگه آقا تا من دارم یه نوشیدنی میخورم تو هم یه صحبتی کن واسه. آره خیلی خوب آقا امیر، از کجا شروع کنیم؟ امیر منم، امین تویی. یه رمونه بینمون جابجا میشه. قاطیش کن. حالا تو امیر باش این دست. منطقیه. برام امیر هستم بچه‌ها، خوش اومد به ویدیو. نه امیر کچله، امین مو داره. فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. من این کچلم دو دار. نه دیگه نه. خب آقا امین، شما از کجا رسیدی به اینجا؟ از کجاش بگم؟ از همون جایی که دوست داری، از اول سر کار بگو که. خیلی جا بودم من. کجا بودی؟ خیلی جا بودم. سن مثال کجا؟ ببین از کجا شروع شد؟ از کجا؟ اولین جایی که بودم آرایشگری بود. آرایشگر بودی؟ آره آرایشگری. بچه‌ها تعجبم الکی بود. من موام میبینی اینجا اینا خودی زد. موهاشو من میزنم. درسته که مثلا کچلم اینقدر عقبه، ولی خب فرق اینا رو این میزنه. میذارم دورش گفتم خبره. الکی تعجب کن. آقا امین آرایشگر بودی شما؟ ما ندیده بودیم. آره خلاصه آرایشگری بود. بعدش خیلی یهویی که نه، این کار نکنیم، یهویی نه، میخواستم سیستم بخرم، رفتم پیس سنتر کار کردم. از آرایشگری رفتی پیس سنتر کار؟ آره چون می‌خواستی سیستم بخری. یعنی تو بخوای ماشین بخری
یه دفعه میگه آقا من میرم تو سایپا کار میکنم. این پرایدر رو میبینید اینجا افتاده، این 4 تا پیچشو من سیو کردم برای خودم. هر چی میخوایم بخریم میریم همونجا کار میکنیم. الان اومد یوتیوب رو میخریم. آره چند روز دیگه یوتیوب نکنم ولی باش. چند روز دیگه یوتیوب رو میخریم. برای منم یکی بخر. برای من یوتیوب برات نه تویچ برام بخر. تویچ برای خودت. بچه‌ها اومدن استریم کنن من پشت جه. آره خلاص. یه کله کچلی که یواش برای اونایی که نمیدونن ممکنه تو شهر خودمون نباشن، پی سی سنتر یه مرکز خرید لوازم کامپیوتره، کامپیوتر لپتاپ همه جا هست. اینجا اسمش پی سی سنتره. آره کامپیوتر مرکزی به قول حالا فارسیش. همه بلد انگلیسی. حالا گفتم برای اونایی که نمیدونن، بچه‌ای که نمیدونن دیگه. آره رفتیم پی سی سنتر کار کردم، سیستم همش خریدم. از اونجا هم دوست شدیم. آره همون سالا بود تقریبا. آره تو همون سالا. آره تو همون سالا بود که اومدم ازت قطع خریدن تا دسته با صحبت. نه اصلا خیلی قیمت خوب دادی. نه بخوام خیلی مثلا جدی صحبت کنم بهم خیلی تخفیف میداد. مثلا آقا من این قطعه رو میخوای بگیری، خب من میگم به اسم منه، برای منه. حساب خودم برام داشتم. آره به حساب خودش برام داشت، من پول بهش میدادم. برام خیلی ارزون حساب میشه. مثلا قطعه رو قیمت خرید بهش میدادن دیگه. برای ما خوب حساب شد. پس اگه دوستی دارید که بیکاره بفرستینش سر کار استفاده کنه. ولی خب حالا اون زمانی که من تو کافه کار می‌کردم میمون قهوه مجانی می‌خوام. من همین چیزا اول دیگه گفتی ولی خب اینجا احساس کردم داره بهم میشینی. بعد خلاص بعد اونجا خیلی حقوقم کم بود تو پی سنتر. کلا حقوقات کم بود. آره حقوقم کم بود. حقوقم هم نمیداد یارو. ولی طرف خیلی مرد خوبی بودا. من هنوزم که هنوز میشناسمش، هنوزم منو میبینه خیلی آدم با مرام معرفت باحالیه. آخرین بار که نه، قبل از اینکه مثلا سیستم آخرین آپدیتو بدم قطعات از خودش آره. دوباره بعد خیلی آدم باحالی بود. پولو نمیداد. اینجوری نبود که آدم خسیسی باشه، ولی اینجوری بود که پول نمیداد. چرا؟ نمیداد نمیدونم. حال نمیکرد پول بده. دیگه منم چه قطعه برداشتم ازش. آره گفتم اون چنه، گفتم اون برای من دیگه. آقا اینقدر کاری گفتم فلان قدره. گفتم اونم برام. آقا یه سیستم برام ببند. آقا اون سیستمه چنه؟ اون قدره. اون برام. آره خلاصه اینجوری پیش رفت. سیستم خیلی قوی نشد ولی خیلی چیزا خریدم، خیلی چیزا بروز شد. برای شروع خوب بود. آره بالاخره اون پول از دست نداد. آره. یه چیزی گرفت اومد. حالا در ادامه میگم که سیستم کجا خیلی خفن شد. بعد از اونجا در اومدم. این تایم بود که با تا آشنا شدم. بیشتر نیومدی. قبل از اینکه در بیام من با تا آشنا شدم. نه این تایمی که میگم بیشتر آشنا آره شدم. دیگه. خب نشسته بودیم تو خونه، هم گیم میزدیم کلا. بعد کلا رو گیم بودیم. زیاد بیرون نمیرفتیم. آره سنمون خیلی کم بود، بچه بودیم. آره. بعد اینجا دیگه فقط گیم میزدیم تا رسید به تایمی که من رفتم توی سایت آنلاین کار کردم. کجا؟ یه شرکت حالت سایت آنلاین بود. بعد این رفیق بابام بود. یادم. آره این رفیق بابام بود. من اون تایم تازه شروع کرده بودم مثلا عشق ادیت عکس و ادیت ویدیو اینستا داشتم. من هم اولش فیلم برداری دوست داشتم. بعد یه سری چیزا مثلا بلد بودم، سری چیزا یاد گرفته بودم خیلی کمه. یعنی من ویدیوهایی میذارم داغون، اصلا خیلی داغون. بعد آره اینا رو من اون فهمیده بود، دیده بود، حالا اینا گفت بیا پیش من کار کن. من دیگه بیکار بودم، از خدا خواسته دویدی رفتی. آره دویدم از آرایشگری بعد پی سی سنتر بعد اونجا سایت آنلاین. خب رفتیم اونجا و استارت شغل اصلی من از اونجا خورد. من اونجا خیلی کارا می‌کردم. کار سئو سایت هم می‌کردم، محصولاشون بارگذاری می‌کردم. چیکارا می‌کردی؟ محصول می‌ذاشتم تو سایتشون. فکر کنم خودت محصول بودی. نه. بعد دیگه آره اونجا یه عکاس داشتیم. من دوربینشو می‌گرفتم، عکاسی می‌کردم. اونم یکی از استادامون بود. خیلی چیز زیادم داد. دمش گرم. آره. اگه داری این ویدیو رو می‌بینی لایکو بزن. نه دمت گرم. حتما نمی‌بینه. شاید دید، شاید. حالا بگذاریم. دیگه رسید به اینجا که من همونجا که بودم خیلی کارا من برای اونجا می‌کردم. دوربین گرفتم. اون دوربین اولیه‌مو گرفتم اونجا که بودم. بعد دیگه خیلی یه تایمی هم گذشت. اون عکاس از اونجا رفت، من عکاسی میکردم، خیلی کار دیگه میکردم، فیلم برداری میکردم، تولید محتوا پیجشون میکردم. از اونجا زدم بیرون. اینجا هم دوباره چون پول کم میدادن و اینا
زدی بیرون. آره کلا تو زندگی پول کم بهت میدادن. کلاً اینجا هم بچه‌ها اگه ما مانیتایز شدیم قرار پول کم می‌بشه. اینجا امیدوارم اینطوری نباشه. اینجا رئیس منم بچه‌ها. قرار یوتیوب خراب خیلی گرونه. نه اول برای من توییچو بخرم تو بخرم. بعد خلاصه چی شد؟ آره از اینجا که زدم بیرون دیگه همجور عکاسی و فلان اینا فیلم برداری انجام میدادم. دوربینم خونه بود، دوربین عوض کردم، تجهیزات خریدم، پولام جمع کردم، تجهیزات می‌خریدم. خیلی پیچیده پیشرفت، خیلی کارا کردم که اصلا اوضاعم خوب نبود. بعد چند تا مثلا استاد داشتم، تو چند تا آتلیه کار کردم. فکر کنم افراد دور اطرافتم زیاد کمکی نمی‌کردن. اصلا خیلی وضع خراب بود. بچه‌ها من بودم. بلد نبودم چیزا آقا من پشت مثلا سیاه لشکر بودم. اینا داشتن دوربین دست می‌گرفتم همونو میرفت. بعد بلد نبود. این فقط اینا مثلا برو. آقا بعد اینا کارهای تخصصی می‌کردن. یا عالم دوربین بود یا عالم چرت و پرت. من نمیدونستم اینا اصلا چی ان. من فقط یه دوربین میدادن دستم گفتن امیر برو. همینو میرفت میگرفت. اینا 7 سال کارهای صنعتی و اینا بعد من یه دوربین میگرفتم مثلا امیر حالا که اومدی مثلا برو. اینو میدادن دست من دور میزنم. بعد مثلا خیلی اونجا فکر کردم من واقعا عکاسم. میومد میگفتش جناب امیر بعد این پروژه‌ای که مثلا دادیم به شما مثلا کی میتونه آماده شه؟ من کیم؟ من چیم؟ من میگفتم بذار آقای مثلا فلان اونجاست پیش امینه الان میان با هم دیگه اونا صحبت کنیم. بعد میگفت نه پروژه‌ای که ما دادیم دستون. گفتم پروژه‌ای که دست من ندادید ولی خب حالا اگه بتونید پولشو بدین دستم خیلی دوست دارم. آتلیه ها هم که آتلیه ها کلا اینجوری هم که همش با آشناکاری و دروغ و کلا همه نه اکثریتشون اینه. یکم وضعشون همه جا 50-50. آره وضعشون خراب. من یا پولی نمیدادن یا درد سر داشتم باشون کلا میزدیشون. نمیزدم. تو پایر میگفتی شی نمیزدمشون ولی بلد بودم چجوری دهنشون رو سرویس کنم. خوب کردی. آره این از این. بعد آقا به همه بر نخوره. آره. یه سریا بوده یه دیگه. سریایی بودن. خب تو ویدیو قبلی بود یه سریا بودن. آره. اینجا هم یه سریا هستن. یه سریا هستن که اینا آدمی درستی نیستن. فدا سره تجربه شد یاد گرفتی که چجوری گذشت. دهن سرویس کنی. بعد آره من این تایم وسط فیلم برداری عکاسی هم خیلی یهویی اینو بگم رفتم لوازم یدکی ماشین ایرانی. خیلی نکته مهمیه. لنت پراید و پژو میفروختم. یعنی تو از آرایشگری گذشتی سایت آنلاین هم زدی؟ نه من نزدم، من براشون کار می‌کردم. بالاخره بودی. آره بعد از پی سی سنتر بعد از اینا همه رفت دوباره تو مکانیکی بعد رشته نه مکانیکی نه قطعه میفروختم. بعد رشته هم تاسیسات بوده. یعنی تو یه بازه اینجوری بودی کلا. آره بالا پایین رشته هم تاسیسات بوده اینا بگم. بعد آره دیگه چند ماه پول لازم بودم خواستم تجهیزات بخرم. یعنی تو هرچی بخوای بخری میری یه کار جدید نم تو کار قبلی نمیمونی. البته پول کم میدادن دیگه همون بهتر که در اومد. تجهیزات خیلی گرونه. دوربینیسا خیلی گرونه. اگه کمترین حالت طرف باید 100 میلیون بذاره برای یه دوربین فقط. خیلیه. آره. بعد دیگه پول نداشتیم و نمیشد از خودش هم در آورد. رفتیم اونور کار کردیم چند ماهی زدیم بیرون. و دیگه یه 5 سالی من تو عکاسی فیلم برداری بودم. 5 سال. آره 5 سال من تو بودم تو عکاسی. من 5 سال تو عکاسی فیلم برداری بودم. بیشتر فیلم برداری رو دوست داشتم. مثلا همون اولش من به نیت فیلم برداری اومده بودم. بعد دیگه خیلی دیگه خوش اومدمون گذشت. دیگه تموم شد. بعد 5 سالم که دیگه گذاشتمش کنار دیگه. پیج بستیم و کلا تجهیزاتو فروختیم. دوربینم شکست. بعد دستم افتاد. لنزش شکست. بقیه‌اش هم که نه فلجی. پا چی بوده؟ چجوری افتاد؟ خودش افتاد. خودش حرکت کفشکی افتاد. میدونید هزینه که میکنی بابت یه چیزی هر چی قیمت بالاتر میشه دست پا در میاره. دفعه مثلا گذاشتی کنج اتاق میبینی یواش داره تیز. بعد خلاصه دیگه اینم که گذاشتیم کنار رو گذشت. ولی بهترین تایم فیلم برداری عکاسی و تولید محتوای من یعنی کارهای اینجوری که من کردم تو تایمی بود که رفتم تهران زندگی میکردم. اونجا خیلی خوب بود. اونجا درآمد بد بود. آره تهران خیلی خوب بود. کلا جوش هم اونجا فرق داشت. اونجا واقعا خوب پول درآوردم.
یه چیزی من بگم این وسط، شما هرچی دور و اطرافت آدمایی باشن که تو اون کار دستتو بگیرن یا بهت کمک کنن، نه هر مثلا با 3 نفر داری کار میکنی، یه نفرشون هم اونجا باشه که هواتو داشته باشه 50-50، یعنی تو هم هوا 50-50 اونجوری نه ولی 50-50 اینجوری هواتو داشته باشه، تو خیلی بیشتر به هدفت نزدیک میشی. من تو همین مسیر زندگی همین بود دیگه. چیزی هست بعضیا هم حالت حسادتشون میشه، خب آره اینا هم هست. این که غرور دارن، یعنی اینجوری هن که ما دیگه تهشیم، ما دیگه خفن ترینش، ولی سرش هم نیستن. نه که آقا سرش هستن، سر مسیر نیستن، سر مسیر نیستن، سر مسیر و راه نیستن. میتونن سر اونم باشن، ما چیکار داریم؟ نه دیگه آره خلاصه اینجور حالتی بودن. اوضاعی داشتی؟ آره ولی خوب گذشت. ببین شغل بود که واقعا من دوستش داشتم و انقدر براش تایم گذاشته بودم، انقدر خفن پیش رفته بودم توش، ولی هیچ وقت بازدهی نمیگرفتم ازش. چون که چرا؟ خب ببین هم تجهیزات بهتر داشتن اصلا ربطی نداره به نظر من. خب مسئله این بود که آقا بقیه چیزاشون بهتر از من بود، بعد مردمم چششون به تجهیزات اکثریت. خب این مثلا اینجوری بود که حتی بعضی از همکارا توی یه سری مجلس‌ها که رفته بودن، توی سری حالا مثلا پروژه‌ها که رفته بودن، طرفشون گفته بود آقا این دوربین کوچولوئه چیه برشتی آوردی؟ حالا این دوربین کوچولوئه مثلا 200 میلیون پولش بود. یارو مثلا انصار داشتی دوربین قدیمی برداری اینجوری بذاری آر پی جی میگه سونی قدیمی مثلا گنده. آقا من خودم اینو تجربه کردم، من سیاه لشکر بودم دیگه، هر از گاهی باشون میرفتم، یه پروژه‌ای بود رفتن سرش، بعد رفتن سرش آقا رفتن اونجا و بعد 3-4 نفر بودیم، بعد یارو اومد گفتش چرا 3-4 نفرین؟ گفتم میخواید چند نفر باشی؟ گفت بیاری 7-8 نفر دیگه بیارید. آره کلا کارگر میخوای بیاری؟ این عکس میگیره، او فیلم میگیره و دوتا هم نور پردازی میکنن. چند نفر میخواد؟ منی که سیاه لشکر بودم کمک میکردم، من میگم مثلا بیار 3-4 نفر بیاریم. من نمیدونم مثلا چیکار می‌خواستیم بکنیم، بنایی می‌خواستیم بکنیم، بنا بودیم چرا نیرو کمه؟ من این ساختمون گفتم 3 روزه بیارید. آقا دوست داشتن شلوغ باشه، دوستان پولی که مثلا میدن خب هزینه‌های تو چیزام خیلی میاد، مثلا میگه به اندازه 3 نفر پول میدن، بعد میگن چرا 10 نفر نیستن. آره. خب خیلی زوره. همون 3 نفر خیلی هزینه‌اش بالاست. خیلی. بعد دیگه اینجوریا در حدی هم شده بود، حالا اینم شاید یه خاطره باشه، خب در حدی شده بود که مثلا یه روز من با 2 تا از همکارام نشسته بودم. این 2 تا همکارم، من کلاس هیچ وقت نرفتم، هیچ وقت من هیچ کلاسی نرفتم، من شاگرد کسی بودم ولی کلاس نرفتم دیگه تجربه‌ای بود. آره تجربه‌ای بود، مثلا یه شاگردشون بودم، میفهمیدم دارن چیکار میکنن، همونو میرفتم. آره همونو میرفتم. تو زندگی زرنگ باشی. آره تو زندگی زرنگ باشی. بعد دیگه نشسته بودیم، اون 2 تا رفته بودن کلاس و اینجوری بودن که خیلی حالت اینا، بعد اسم استادشون رو میآوردن، میگفتم آقا استاد ما خیلی خفنه فلان بیسانه اله بله اینجوریه اونجوریه. من یهو وسط حرفاشون، حالا این تعریف از خود نیست، در حد خاطر است، این همه آدم تعریف میکنم، بذار یه گناه داره واقعا اتفاق دلش آره وسط حرفشون من در اومدم گفتم که استاد به کی میگن؟ به من. نه شما که استاد ولی آره در اومدم گفتم استاد به کی میگن و جفتشون یه لحظه اینجوری بودن که اول نمیدونم، بعد یکیشون در اومد گفت که به کسی میگن که همه چی رو میدونه و گفت که تو هم استاد حساب میشی، چون خیلی سوالا از من میپرسیدن، من راهنماییشون میکردم و جواب میگرفتن در این حد. آره بله استاد جان میفرمودید. آره خلاصه استاد شماره 1 این همه آدم میان آره این گوشی رو میگیرن، مثلا گوشی 15 تومنه میگن 5 میلیارده، خود بگو استاد کی به کیه؟ نه من استاد نیستم من استاد نیستم، ولی مثلا بدم میاد یکی خیلی گند خیلی یه نفر بزرگ نشون بدن. خب من خودم همیشه پایین دست میگرفتم، ولی میدیدم آقا طرف من میشینم جلو روش یه جور دیگه برخورد میکنه. نه برخوردش حالا کاری ندارم،
طرف اینجوریه که من همه چی میدونم، من همه چی میدونم نیستی. تو هیچ چی نمیدونی. بعد میشستیم جلو هم اینجوری بود که خب اون هر چی میگفته که من میفهمیدم، برام هم یه چیزای پیش پا افتاده ای بود. بعد من 4 تا چی میگفتم میدیدم اون ساکت شده. بعد اونجا اینجوری بودم که خب چی شد مثلا این همه گنده آره حرفای بزرگ میزدن، حرفای این همه بزرگ آره باد میدادی. دیگه خلاصه اینجوری هم اینم گذشت دیگه. کار ما هم اینجوری بود که اینطور آره زندگی پر فراز و خیلی نشیبی خیلی داشت. پر فراز و نشیب. یعنی در آقا حدی منم که بگم اصلا دیگه، عجیبه. منم مثلا تو دوران من کلاس فتوشاپ رفته بودم، برنامه‌نویسی رفته بودم، تعمیرات و از قطعات هیچ کدومش کامپیوتر اینا استفاده رفته بودم، نمی‌کردم. هیچ کدوم استفاده نمی‌کردم. بعد رشته خودم کامپیوتر بود ولی رشته دانشگاهیم نقشه کشی معماریه. بعد تو کله پاچه‌ای کار کردم، تو کافه کار کردم. یعنی آره این فراز و نشیب رو حالا داشتی. درسته مثلا امینم خیلی جا کار می‌کرد، اینجوری بوده که مثلا از این شاخه تو شاخه، از اون میپریم روی این، از این خیلی جابجا شدیم. داریم چیکار می‌کنیم. خب نه میدونین بچه هم بودیم، سنمون هم کم بود، بعد مثلا اطرافیانمون هم بهمون نمیگفتن دیگه. با خیلی ها گشتیم تا شد الان شد یوتیوب دیگه. الان اینجوری شده که یوتیوب حالا در تلاشیم که استریم هم درستش کنیم، اوکیش کنیم، تو ویدیوهای جدید. آره استریم خیلی خفنی هم قرار بذاریم. تو ویدیوهای جدید قراره بچه‌ها رو بیاریم، یه سری آدمایی رو بیاریم که حالا تو زندگیشون مثل قرار داستان زندگی خودشون رو تعریف کنن برای اونا ممکنه شغلای خودشون رو داشته باشن ها. یعنی ممکنه آره. طرف نمیدونم آقا مکانیک باشه، اصلا شاید الان مثلا سنش هم زیاد باشه. آره. آقا بیاریم مثلا شاید سالش کم باشه، تو جوانی تو شرکت کار میکرده، یه دفعه شده ساختمون ساز. دیگه اینجوری خیلی هاشم قرار نیست مثلا آدم مطرحی باشه، ما خودمون هم آدم مطرحی نبودیم. ولی قراره بیان صحبت کنن. اگر اینجور ویدیوها رو دوست داشتین، یعنی نظراتتون رو برام بنویسید. نظراتتون رو برام کامنت بنویسید که چه سبکی دوست آره. دارین ما ادامه بدیم. اگر این سبک به نظرتون قشنگ بود، یا اصلا بگن که چه ببین شاید ممکنه بچه‌ها سوالشون این باشه که چه جور آدمایی رو دوست دارن ما بیاریم. آقا شاید یه نفر راجع به شغل مثلا کلیدسازی سوال داره. خب شاید یکی دوست داره بره تو شغل کلیدسازی ولی نمیدونه مثلا از کجا شروع کنه، یا که بره موفق میشه یا نمیشه. زندگی اون کسی که الان خیلی پیشرفت شغلش بوده و پیشرفت کرده، یا حتی اونی که خورده زمین یعنی پیشرفت نکرده، حتی از تجربیات اونم از تجربیات اونم میتونه استفاده کنن. اینم هست. بالاخره شما هر چی خواستین آقا یه دوستی دارین میتونیم مثلا یه دوستی دارین که حالا توی یه سری چیزا خیلی خوبه، آره. اونا رو هم مثلا دعوت کنیم، آقا بگید آره معرفی کنید پیج اینستاگرام رو فالو کنید داشته باشید و اونجا بیان بگن بهمون. زیر همین ویدیو هم بنویسین که چه جور شغلی رو دوست دارید. تو اصلا ویدیوهای بعدی هم میشه همچین کاری کرد. تو هر ویدیویی که شما دوست داشتین آقا، تو هر ویدیویی که مثلا من پسر خالم شغلی که دوست دارین بیاد. آره یا نه اصلا ما خودمون میریم اونو پیدا میکنیم. آقا شغلایی که دوست دارین راجبش بدونین رو بنویسید. حتی مثلا خوانندگی، حتی فیلمبرداری، حتی نمیدونم هر چیزی که فکرشون، حتی مکانیکی، نمیدونم فلان، ماما اینا یه خانومی رو پیدا کنیم بعد داریم بیاریم. نه دیگه آره. هر چیزی بگید تا مثلا چیزای خوب بگید دیگه. معذیت ما نگید. پزشک تو دست پزشک نمیاد یارو سر کار میلیاردر. من برم دکتر حسابی شب، شیفت صبح، شیفت ظهر، شیفت فلان. من خودم پزشکم. دکتر نگید. بیا یه بتادینی بیار. دکتر نمیتونم بیارم. شاید هم آوردیم آقا. دکتر کیه داریم؟ پیدا میکنیم. بریم تو بیمارستان دوستانی که دوست دارن. نه آقا پیدا میکنیم. هست اوکیه. هر چی دوست دارین، هر شغلی که دوست دارین راجبش بدونین، هر رشته‌ای که دوست دارین راجبش بدونین بنویسین، ما براتون اوکیش میکنیم. خب و کلام آخر شما صحبت دارید دیگه؟ نه من خالی شدم. دیگه قد حرف زدیم من لبم خوش شد. معمولا اینه که داغ میکنی با بخار میشه. مغز الان دیگه جوری
ولی خیلی سعی میکنیم با ادب باشیم. قشنگه یا دوست دارید بی ادب نباشید؟ بی ادب تو بی ادب نباشید. آقا استریمامون ممکنه بی ادبی. ما آره یه دفعه دیدی الان خیلی با ادب نشستیم داریم خیلی چیز صحبت میکنیم، یه دفعه تو استریم ویدیوها کاملا فامیلیه، یعنی میتونیم با خانواده هم ببینیم ویدیو یوتیوب، ولی توییچ و استریمو اصلا با خانواده نبینیم. من یکی اطمینانی بهتون میدم، مخصوصا اگه رفیقا و بچه‌هایی که قراره بیان تو استریمو بیاریم، بچه‌ها رو بیاریم که یه دفعه محمد از پشت چیز داد میزنه کلا. آره خیلی وضع بده. یه دفعه تو بند ویدیو اول ما بهتون بگیم چه خبره که بعد دیگه در آینده خیلی ویدیوهای آینده دیگه فامیلیه، ما نمیگیم که تو استریم چه خبره. شما اونجا راحت باشین، خانواده خبری نداره، اینو نشون خانواده ندیم. خب خیلی مخلصیم، خیلی خوشحال شدیم از هم، خیلی قشنگ بود، لذت بردیم مثل همیشه. قربان شما. کاری نداری؟ خیلی تعارفی شدیم. خیلی چوسی شدیم. وای امیر. خب بچه‌ها شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. مگه مهد کودک و برنامه کودک برنامه تلویزیونی خاله شاهدن بچه‌ها شما رو خدای بزرگ میسپاریم. چیزو مرد افتادم که میگفتش یه برای خدافظ. تا آخر ویدیو رو نگاه کردی فیسر، دیگه وقتش سابسکرایب کنی فیسر، سابسکرایب کن دیگه. Open pool. Get the hell out of here.